با تشبث شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی، مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرایست معارف شهر دوشنبه مشورت کتابداران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی حدود ناحیه برگزار گردید که در کار طرز درستی کار با برنامه‌های بیلینگی فهمانیده شد. در کار مشورت کتابداران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه اسماعیل سامانی، نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سرایست معارف شهر دوشنبه، شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اشتراک نمودند. ضمن مشورت مسئولین وزارت معارف و علم اطلاع دادند که در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی با مقصد به نظام درآوردن پرداخت مبلغ‌های اجرای کتاب‌های درسی در مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی برنامه بیلینگی تهیه کرده شد. از آغاز سال تحصیلی 2024-2025 نظارت سیستم اجرای کتاب‌های درسی و پرداخت مبلغ آن در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه توسط برنامه مذکور عملی می‌گردد. از جانب مسئولین شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی به هر یک کتابدار مؤسسه تعلیمی رمزها پیشنهاد کرده شده است و مسئولین با استفاده از آن به برنامه بیلینگی داخل شده شماره عمومی کتاب‌های درسی، نرخ کتابی درسی و سال وارد شدن کتابی درسی را به کتابخانه در برنامه داخل می‌نمایند. مقصد اساسی برگزاری این سمینار وارد کردن کتاب‌های درسی که از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان وارد شعبه معارف می‌گردد. هر یک کتابدار مؤسسه از روی برخط‌ها کتاب‌های درسی را وارد مؤسسه می‌گرداند و آنها را در شبکه الکترونیک جابجا می‌کند و نامگوی کتاب‌هایی که از صنف یک پورا پرداخت می شود، پدر و مادر آنها را غیر نقدی در صورت حساب امانت بانک پرداخت می کند. من بعد همه از شروع از سال 2024 از صنف 2 تا صنف 11 تمام کتاب‌های درسی می توانند طریق الکترونی هر یک کتابدار مؤسسه، هر یک رهبری صنف طریق شبکه اینترنتی پیوست می نمایند و آنها را می توانند پدر و مادران طریق رمز در صورت حساب‌های خود گرفته آنها را پرداخت می نمایند. مقصد اساسی این غیر نقدی جابجا کردن کتاب‌های درسی یعنی آسان گردیدن کاری هر یک کتابدار مؤسسه می‌گردد. مسئولین ضمن مشورت اظهار داشتند که رهبران مؤسسه‌های تعلیمی نوبسته از شکل تشکیل حقوقی وظیفه‌دار کرده شدند که در مؤسسه‌های تعلیمی همه نمود خدمت‌رسانی‌های پولکی مؤسسه خود را به طور غیر نقدی به راه مانند. عملی گردیدن برنامه بیلینگی برای کتابداران مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی در سری وقت پیشنهاد نمودن حسابات، اداره نمودن کتاب‌های درسی، به نظام درآوردن تدبیرها در سمت پرداخت غیر نقدی و به مدت دراز خدمت‌رسانی کتاب‌های درسی مساعدت می‌نماید. تا این مدت علاقه 7 مؤسسه تعلیمی ناحیه اسماعیل سامانی کتاب‌های درسی خود را با برنامه بیلینگی و یا خود سیستم یگانه اداره شونده کتاب‌های درسی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده است داخل نمودند. همزمان دیگر رهبران مؤسسه‌های تعلیمی دستور گرفتند که تا آغاز سال نو خونیش تمام کتاب‌های درسی خود را با برنامه بیلینگی داخل نمایند و از والدین خواهش نمایند تا مبلغ اجاره کتاب‌های درسی را به طور غیر نقدی در فیلال‌های امانت بانک پرداخت نمایند.